هاشش داره اینجا کار میکنه. علی پاشو برو سرسیلند این پژو رو از تراشکاری بگی بیا بابا من کار دارم امشب باید برم شهرم. تو چرا نمیفهمی؟ پاشو دیگه. شهر بلبره دیگه ها. برو آقا حرف نزن بدو. فرو ببین من یه تیکه گنده هستم براش. وای من خیلی استرس دارم. ببین استرس نداشته باش، من میرم تو کارش تا چند مین دیگه میفهمی انتخاب درست بوده یا نه. سلام آقا، ببخشید ماشینم ریپ میزنه، نمیدونم مال چیه، میشه نگاه بهش بندازی؟ کاپوتشو میکشین. میگم شما همیشه مشتریاتون رو نگاه نمی‌کنین؟ فکر نمی‌کنم این سوال ربطی به ماشینتون داشته باشه. حالا اگه بخوام بات اوکی بشم شرایطش چیه؟ خانوم برید، من حقیقتش وقت ندارم. یه جای دیگه فکر کنم 2 تا خیابون پایین‌تر یه دونه مکانیکی هست بدین اون درست کنه، من وقت ندارم. حالا بابا ترش نکن، من همه چی دارم، فقط یه مرد اینجوری کم دارم. این حلقه رو می‌بینی؟ این صرفاً یه حلقه نقره نیست. این یه تعهد قلبیه، کتبی هم حتی نه. خداحافظ. اینو بده. ببین خانم تو که هیچی 100 تا بهترش هم بیاد نگاهش نمیکنه، چون یکی رو داره که تا آخر عمرش متعهد و پایبنده بهش. وای دل تو دلم نیست دنیا. بگو چی شد پادات؟ بهترین انتخابو داشتی، حتی نگامم نکرد. تو یه قطره از خدایی بیا و دریا شو.